ببین هایو زیاد وقت ندارم. مرتب داری برام پیغام پسخام میفرستی. ببین من مثل تو نه دکترای تاریخ دارم، نه جدن در جدم آلمانیه، نه رفتم آمار خوندم، نه تو دانشگاه هامبورگ کامپیوتر خوندم، نه رفتم زبان دانمارکی رو یاد بگیرم که بتونم دقیق بررسی کنم آمار ثبت احوال آلتونا رو مقایسه کنم با آمار ثبت احوال این قبرستون اون قبرستون، این کشور اون کشور، از توی چیزا اسمش چیه لیست ناما در بیارم که کی چه مذهبی داشته و تعداد افراد چه مذهبی کم شده زیاد شده قبل از جنگ بعد از جنگ. اینا رو من بلد نیستم. من بدبخت بابا، من آمار و احتمالات مهندسی رو دفعه اول حذف شدم، دفعه دوم با بدبختی قبول شدم. من اصلا آمار پامار بلد نیستم. خب خودت برو بگو تو که آلمانی هستی، برو قشنگ تمام متدایی که برای من توضیح دادی رو بگو که این تاریخ جنگ جهانی دوم چه جوری رفته، چه شکلی رفته، چی شده چی نشده. این خفقان رو بردار. ای بابا، خداحافظ.